Нет! Товарищи женщины, я понимаю, что это очень трудно, но нужно покончить с пережитками прошлого навсегда. Снимайте паранджу, откройте лица. Товарищи женщины, почему вы молчите? Сегодня же ваш день, 8 марта. Скажите же свое слово, женщины. Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. برادرم و خواهری موحد و مسلمانم، الله سبحانه و تعالی به شما برکت بدهد و توفیق عبادت و ثابت قدمی را در این راه نصیبی همه ما و شما بگرداند. روزهای نزدیک یکی از عید کفار می آید، عیدی که جشن گرفتنش به مناسبت ضدیت کردن به حجاب شرعی است، عیدی که عید سطرکشی است، عیدی براءت کردن از شریعت اسلام است، عیدی که مردم را به فحشا دعوت می کند، به بی‌ستری، به لوچ و مادرزاد شدن دعوت می کند. عیدی که این عید را نامگذاری کردند کفار 8 مارت عید مادران. این عید عید مادران نیست، این عید عید دشمنان شریعت، عید بی‌ستران و عید کافران و مشرکان و عید مرتدان است. موحدین هیچگاه یک روزی را که روزی انکار شریعت است، روزی بیزاری جستن از یک حکم شرعی هست، این روز را جشن نمیگیرند و معروف است در بین این امت به اجماع که رضا شدن به کفر است، رضا شدن به همین عملهایی که در 8 مارت به وجود آمده، رضا شدن به بی‌ستری، رضا شدن به انکار ستر، این ردت است، این کفر است. این عید عید موحدین و موحده ها نیست. ما باید از این نمود عیدها براءت خود را اعلام بکنیم، به فرزندهای خود تعلیم بدهیم که این عید عید مرتده ها بود. اولین کسایی که این را جشن گرفتند کسانی که حجاب خود را کشیدند، به آتش انداختند و به ردت واقع شدند. مرتده، عید الرده، عید رده است. اینها برای اینها عید رده. از همین جهت مسلمان باید چگونه باشد؟ وقتی که از جانب الله یک حکمی که آمد باید بگوید که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم. از جانب الله پوشیدن ستر و حجاب آمد، پوشیدن نقاب آمد، پوشیدن لباس مخصوص برای زنها آمد در سوره نور و در سوره احزاب. پس باید زنهای مسلمان بگویند که شنیدیم و اطاعت میکنیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هیچگاه یک مؤمن، یک مؤمنه بعد از آمدن امر الله، حکم الله، اختیار ندارد، باید اطاعت بکند و باید عمل بکند. پس بارک الله فیکم، از این نمودی عیدها خود را نگه بدارید، فرزندان خود را نگه بدارید، به کسی هدیه ندهید و از کسی هدیه قبول نکنید. این یک روز را در یک سال عید گفتن و به مادر گل بردن و بعد از این باز فراموش کردن مادر، این عید عید عاق شده ها است.
همون فرزندهایی که مادر خود را در یک سال یک بار میپرسد عاق شده هست شاید، این ایدی همون ها است. این ایدی دیوس ها است. مردهایی که همین روز را اید میگن اینا دیوسان هستند که خرسند میشوند که زنهای اینها لوچ باشد و دیگر مردها تماشا کنند. ایدی دیوسین. دیوس بودنش همین است که اید کرده ایستاده است، یعنی خوشحالی خرسندی کرده ایستاده است که امروز روزی هست که حجاب کشیده شد، بی حجابی. این ایدی فسادکاران در روی زمین است که میخواهند که تمام زنهایی که در روی عالم است همه فساد و فحشا و به کارهای بد اخلاقی دست زده باشند. اما این عید، این روز برای مؤمنین و موحدین یک روز عادی هست و البته روزی براءت از کفار و مشرکین و از عیدهای اونهاست. مسلمان هیچگاه دیوس نیست و دیوس شدن نمیخواهد و به همین دیوس شدن راه هم نمیدهد، اجازه هم نمیدهد. مسلمان هیچ وقت اجازه نمیدهد که در یک سال فقط یک بار مادر خودش را زیارت بکند، بلکه مسلمان هر روز مادر خودش را باید خرسند بکند، باید سوال بکند، باید از احوال او با خبر باشد، از خواهران خود، از خاله و عمه خود باید با خبر باشد، حال پرسی بکند، دعوتشان بکند، هدیهشان بدهد. و مسلمان مرد و موحد هیچ وقت خرسند نمی شود که یا تبریک نمی کند به این روز که تمام این روزی به ایجابی است، زیرا که مسلمان می داند این روز دیوسی است. پس بارک الله فیکم، این همه مسائل از توحید به وجود می آید. کسی که توحید رو فهمید از این مسائل با خبر می شود. کسی که از توحید، از دین، از اصل دین خود بیخبر است، لا اله الا الله را فقط به زبان آورده است و معناش را نمیداند، کفر به طاغوت را نمیداند، براءت را نمیداند، ایمان به الله را کامل نآورده است، شروط صحت لا اله الا الله را نمیداند، اصلا بیخبر است از دین خود، از احکام شریعت خود. از همین سبب به کفر واقع می شود. پس ای موحده ها، ای مادران و خواهران موحده هم، از این نمود عیدها براءت خود را اعلام بکنید. به فرزندهای خود تعلیم بدهید که شما مادری فرزندهای خود هستید و شما موحده هستید و فرزندهای شما موحد هستند و هر روز شما عید است اگر با توحید باشید. بارک الله فیکم. پس وقتی که ما این سخن را میگوییم، بعضی ها میگویند که شما قدری زن را ندانستید، عید زن ها را عید نمیدانید. قدری زن این نیست که زن را فاحشه بکنی، قدری زن این نیست که به حجابش بکنی به دیگر مردم او را نمایش بدی. قدری زن همان قدری هست که الله بیان کرده است، پوشیدن ستر و شرمگاه خود را پنهان کردن از دیگر مردها و شرم بگویم این زیبایی خود را حفظ کردن به شوهر خود و شوهر خود را کامل نگه داشتن. مرد همان وقت کامل است که زنی او ستر پوشیده باشد. زنی که ستر ندارد بی ستر است و بی شرم است و بی حیا است، مرد هم نامرد است، مردی هم نامرد است یا که دیوس است. ما قدری زن را میدانیم، ما زن را حفظ میکنیم و حفظ کردن زن انمین با شریعت است، حفظ کردن زن با توحید است. بارک الله فیکم. این بود یک مختصری سخن در این مسئله، بیان کردن این نمود عیدهای کفری که از همه نمود عیدهای کفری باید براءت را اعلام بکنید. بارک الله فیکم.